سلام، من علی هستم. اینجا نسیان نهم. من قراره که جمجمه‌مو باز کنم، مغزمو در بیارم، بذارم وسط، ببینیم چی توشه. به همین سادگی. حالا البته خیلی همین کار ساده نیست. من برای قسمت اول 10 موضوع از ذهنم گذشت. از مارکتینگ گرفته تا تاثیر رسانه روی روابط، لبوبو، وبلاگ نویسی، فیلم معرفی کردن، تئاتر معرفی کردن، کتاب معرفی کردن. همینطوری موضوعا اومدن و رفتن تو یه نقطه مغزم واسه گفت بعد امروز درباره این موضوع صحبت کنی. یه رفتار عجیب در ما انسان‌ها که روزانه داریم انجامش میدیم، ولی یا نمیخوایم بپذیریم که داریم انجامش میدیم یا واقعا نمیدونیم که داریم انجامش میدیم. نفهمیدن آگاهانه، جهل تعمدی، نادانی ارادی. چی میشه که ما خیلی چیزها رو میفهمیم اما عمدن وانمود میکنیم به این که نمیفهمیم؟ این سوالی بود که برای من پیش اومد و بعد نشستم فکر کردم، دیدم در عصر اطلاعات چجوری میشه با این بارش اطلاعات آدما بعضیشون خیس نمیشن. انگار نه انگار که این دیتا وجود داره، انگار نه انگار که این فضا وجود داره که تو به این دانش برسی در مورد هر موضوعی که تو ادعا میکنی که نمیدونی. و این تضاد منو رسون به این که هرچی اطلاعات بیشتر، هزینه توجه بالاتر، و هزینه توجه بالاتر یعنی هزینه مسئولیت پذیری میره بالاتر. من باید مسئولیت پذیر باشم. ببینید، هر تیکه از یک اطلاعات یا یک دانشی وارد مغز من میشه، یک سوال با خودش میاره. و اون سوال چیه؟ خب من الان با این دانش باید چیکار کنم؟ من با این اطلاعات باید چیکار کنم؟ باید یه کاری باهاشون بکنم دیگه. فرض کنید من آدمی هستم که بی رویه دستمال کاغذی مصرف میکنم. یه قطره آب میچکه یه جا، دستمال کاغذی در میارم، تیکر پاک میکنم، مچاله میکنم، میندازم تو. به من این اطلاعات میرسه که ما به ازای هر یه دونه دستمال کاغذی n تا درخت از بین میره، n لیتر آب مصرف میشه. این آسیب ها رو به محیط زیست من وارد میکنم. خب من با این اطلاعات باید چی کار کنم؟ باید اقدام کنم، باید دیگه دستمال کاغذی بی رویه مصرف نکنم. اما من این کارو نمیکنم. من ترجیح میدم در این مورد جاهل باشم، نمیدونم. اگر کسی بهم بگم من نمیدونستم. چون دونستن مسئولیت برای من میاره، فهمیدن مسئولیت برای من میاره. و این نوع نفهمیدن یک نفهمیدن برنامه ریزی شده و انتخابیه. چیزی نیستش که من واقعا ندونمش، چیزی که من انتخاب کردم که نفهممش و ندونمش. بیایم با هم دیگه صادق باشیم. مسئولیت پذیری درد داره. درد تغییر، درد پذیرش، درد این که من باید یک اقدامی برای این چیزی که الان میدونم انجام بدم. برای اینکه مجبور نباشم که این تغییر رو در خودم ایجاد بکنم یا دست به اقدام بزنم، گزینه نمیدونم رو انتخاب میکنم. چون اگه ندونم دیگه مجبور نیستم کاری بکنم. تعداد زیادی از آدم‌ها این جهل تعمدی رو انتخاب میکنن. در واقع یک جامعه‌ای داریم که این جامعه مسئولیت گریزه و جامعه مسئولیت گریز رو به راحتی میشه کنترلش کرد. نادانی ارادی یک نوع مسئولیت گریزیه. تو با این جهل تعمدی نه تنها آدم مسئولیت گریزی هستی، بلکه همدست سیستمی هستی که میخواد کنترل کنه آدم‌ها رو، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد. چه چیزی در مقابل نفهمیدن آگاهانه به خوبی میتونه کار کنه؟ مسئولیت پذیریه. به خاطر اینکه مسئولیت پذیری ما را از حالت تماشاگر و جاهل عمدی در میاره و تبدیل میکنه به یک عامل، به کسی که الان باید یک اقدامی انجام بده، یک کاری بکنه. بله، مسئولیت پذیری سخته، اما زیربنای قدرت شخصیه. چیزی که نفهمیدن آگاهانه به شما نمیدتش. اما این نفهمیدن آگاهانه در مواجهه با عزیزان ما، رفقای ما، خانواده ما بسیار خطرناک. وقتی که به یک نفر به طور مثال میگیم که فلانی رفتارهای زن ستیزانه داره، بابا ولش کن، اون که نمیفهمه. نه، این در ظاهر بی خطره اما در واقع خطرناکه. اون که نمیدونه در واقع درستش اینه، اون که مسئولیت پذیر نیست. پس اون مسئولیت پذیر نیست، نه این که ندونه. و تو اینجا خودت با انتخاب نفهمیدن آگاهانه
روی جهل عمدی اون، روی نفهمیدن آگاهانه اون داری سرپوش میذاری. پس اول در مواجهه با خودمون این سوال رو بپرسیم: من نمیدونم، آیا واقعا نمیدونم یا انتخاب کردم که ندونم، انتخاب کردم که نپذیرم که میدونم؟ و دومی، در مواجهه با آدم‌هایی که دوستشون داریم، آیا این آدم واقعا نمیدونه یا تصمیم گرفته که ندونه؟ اینجا نسیان نهم، جایی که من سعی میکنم خودم رو اول با چیزهایی که قایمشون کردم روبرو کنم و اون رو با شما به اشتراک بذارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا هفته دیگه، فعلا.